سلام. یه حکایت آوردم براتون، امیدوارم خوشتون بیاد. در زمانهای قدیم، زمانی که گبری ها بودن و مسلمون ها بودن، یه اذانگویی تو شهر مسلمون ها بود که صدای خیلی کریه و زشتی داشت. از صدای این اذان مردم همگی در عذاب بودن. یه روزی کاروانی را افتاد به طرف مکه. مردم پول جمع کردن و این اذانگو رو با این کاروان راهی مکه کردن که تا شاید 6 ماه از صدای این راحت باشن، صبح بتونن بخوابن. رئیس کاروان به این اذانگو میگه که دوست عزیز، برادر من، ما جایی شب اتراق میکنیم که شهر گبریاست. لطفا صبح اذان نگو، خواهشن اذان نگو که فردا صبح اگر اینا بفهمن ما مسلمونیم هممونو میکشن. میگه باشه، مشکل نداره. خلاصه راه میفتن و صبح زود حرکت میکنن. شب به اون جایی که کاروان سالار گفته بود میرسن و صبح ناغافل میبینن این یارو بلند شد اذان گفت. نگهبانای کاروان آماده میشن که به جنگن. از دور هوا گرگویش بوده، میبینن چند تا سوار میان. این سوارا میان جلو و خلاصه اینا آماده جنگ بودن. میبینن 2-3 نفر بیشتر نیستن، یه صندوقچه پر از طلا و جواهرات آوردن. اونا میگن که کی بود از آن گفت؟ گبریا منظورمه. کی بود از آن گفت؟ رئیس کاروان سالار میگه این آقا. میگه این طلا و جواهر برای اونی که از آن گفت. رئیس کاروان میگه چطور تو الان ما رو میکشتید، الان به این طلا جواهر میدید؟ میگه آها، دختر رئیس قبیله ما خواست مسلمون بشه. صدای اذان این بنده خدا رو که شنید، از مسلمونی برگشت و این پاداش اونه. حالا دوستان، مسلمون بودیم اما از مسلمونی برگشتیم. اذان رو بد گفتن در گوشمون. رعایت حال همو بکنیم. هیچ کس مثل هم دیگه نمیتونه هوای همو داشته باشه. با امید دیدار و پست‌های بعدی.